امروز من اومدم یکمین سالگرد پدر خانوممون بود، اومدیم شهرستان و این قبرستونی که تا چند سال پیش زمین خالی بود، الان اومدم یه دور زدم دیدم چقدر جوون، یعنی 80% جوونه. خواستم بگم که این ویدیو رو بگیرم و بگم تا زنده هستیم قدر همدیگه رو بدونیم. اصلا مشخص نیست کی هستیم و کی میریم. ببینید تو همین ویدیو اون جوونه بنده خدا، این جوون. بعد یه چیزی که نظر منو جلب کرد، فرقی نمیکنه برامون همچین سنگ گرون قیمتی بذارن یا اون سنگ ساده هایی که بغل هستش. قدر همدیگه رو بدونیم. سنگ ارزون و گرون فرقی با حال اون مرده ای که زیر خاک نمیکنه. روح همشون شاد باشه. خواهشم اینه که تا زنده هستیم قدر همدیگه رو بدونیم، نذاریم دیر بشه. چشم باز میکنیم و میبینیم یه روز خیلی زود دیر شده. امروز من اومدم یکمین سالگرد پدر خانوممون بود، اومدیم شهرستان و این قبرستونی که تا چند سال پیش زمین خالی بود، الان اومدم یه دور زدم دیدم چقدر جوون، یعنی 80%ش جوونه. خواستم بگم که این ویدیو رو بگیرم و بگم تا زنده هستیم قدر همدیگه رو بدونیم. اصلا مشخص نیست کی هستیم و کی میریم. ببینید تو همین ویدیو اون جوونه بنده خدا، این جوون. بعد یه چیزی که نظر منو جلب کرد، فرقی نمیکنه برامون همچین سنگ گرون قیمتی بذارن یا اون سنگ ساده هایی که بغل هستش. قدر همدیگه رو بدونیم. سنگ ارزون و گرون فرقی با حال اون مرده ای که زیر خاک نمیکنه. روح همشون شاد باشه. خواهشم اینه که تا زنده هستیم قدر همدیگه رو بدونیم، نذاریم دیر بشه. چشم باز میکنیم و میبینیم یه روز خیلی زود دیر شده.